یه دون از این 4 تا سنگ رو انتخاب کن برات برش بزنم ببینم شانست چجوریه. من خودم شانسمو روی این شماره 1 که سبزه باشه میذارم، چون اولیه همینو برش میزنم. بریم ببینیم چی میشه. خب کیا مثل من شانسشون روی این سبزه گذاشتن ها. هنوز زوده واسه انتخاب، میتونید انتخابتون رو عوض کنید ها. ببین نور انداختم رو همشون، ولی خب اول میریم این سبزه رو برش بزنیم. نگاه کنید پوست زخیم ها، نورم خوب داخلش نمیره. امیدوارم که یه کار خفن باشه و خوشحالمون کنه. بریم که برشش بزنیم. خب اینم از این. بریم که ببینیم شانس سبز چه خبره. جی 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 جی. او مای گاد، ببینید چه رنگی داره. به 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 به، چقدر کبود و خوشگل خداییش. نگاه کن شفاف اونجا، نگاه کن انگار یه چیزی داخلشه، انگار یه تیله‌ای رفته اون تو گیر کرده. حالا بریم سراغ بقیه تا زمان طولانی نشده. بریم سراغ این قرمزه. این قرمزه باید خیلی جالب باشه. من دوست دارم اینا رو اول برش بزنم، اول سبز بعد قرمز بعد سفید. بریم ببینیم. خب اینم از این قرمزه. قرمزه شانس کدومتون بود؟ بریم داخلش هم داشته باشیم. به به، اینم یه حقیقه کبود خیلی خوشگل و زیبا. ببینید اینم دست کمی از اون سبزه نداره، ولی خب سبزه خودش خوشگل. خبر تلخیه. اسمش جسیکا بود، مربی اورکا، کسی که همه میشناختنش ولی امروز دیگه بین ما نیست. جسیکا به طرز دلخراشی توسط نهنگی که خودش بزرگ کرده بود مورد حمله قرار گرفت و جونش رو از دست داد. دختری جوان پر از شور زندگی، عاشق حیوانات دریایی و مخصوصاً اورکایی که از بچگی باهاش بزرگ شده بود. جسیکا فقط یه مربی نبود، اون و نهنگش یه زوج فراموش نشدنی بودن. با هم نمایش‌های اجرا می‌کردن که پر بود از اعتماد، صمیمیت و عشق واقعی. تماشاگرها همیشه شگفت زده بودند، اما اون پیوند جادویی با وحشت شکست. اون روز همه چی عادی بود، آفتاب میتابید، جایگاه‌ها پر بودن و نمایش شروع شده. ولی همونطور که میگن حیوان همیشه حیوان. نهنگی که با عشق بزرگش کرده بود همون کسی بود که جونشو گرفت. دلم اصلا یه جوری افتاده دستت که نخور